فکر میکنی که یگید به یگان تار موی خواهرت ضرر نمیرساند؟ آقای ثابت، اگر خواهر میان دو برادری جانی درآید با هزار دروغ ما را به یکدیگر جنگ اندازد، باید ضرر نبیند؟ یگید مرا نادرست فهمیدی. آرزو یگان خطاگی ندارد. بار آخر دیده بودم که به سرت سلاح مانده بود. این را هم نادرست فهمیدم ثابت؟ با پیکس هم دست و هم فکر بود. این را هم نادرست فهمیدم؟ همش رو میفهمونم. مرا هم فریب دادن. کاش همین خیل باشد. آرزو تو یک دروغ بگو که وای باوریناک باشد. یگید التماس مرا یک لحظه گوش کن. نه هرچی هست بین ما و ثابت هست. یگید خودت را به دست گیر. با او داد نزن. وای آقای ثابت را ببین. دوستم این چه خواهری بود است که به برادر خیانت میکرده است و باز جزای هم نمیدیده است؟ یگید ببخش مرا. وقتش باید همش رو میفهمونم. بعضی چیزها رو نمیدانی. در محکمه مجبور بودم که چنین بگویم. آب از سر گذشت آقای ثابت. با خدمت خرسانه تو دشمن رقم یکی خلق گشتم. پلیس در همه جا مرا میکابد. میدانی این را؟ این خیل گم نزن یگید. تو میدانی که جانم رو میدهم و تو را نمیفروشم. زبانت چنین میگوید آقای ثابت. فعل و رفتارت، کارهایت چی؟ به یاد بیار ما هم مثل خواهر تو دوستی همکاری داشتیم. ملیکه لیکن کی بودنش معلوم شد و سلاح را به پیشانیش ماندم. مثل تو دوست را نفروختم، خیانت نکردم. این کار چنین است. آرزو بیگناه است، عیبی ندارد. یگید همش خوب می شود. باور کن او آدمی بد نیست. به فکر من او شیطانی میکند ثابت. دیدی برادرت میگوید که تو آدمی بد نیستی. برای این را اثبات کردن فرصت داری. بگو به من بگو پیسگار در کجاست؟ میگویم بگو آخر. باوری دارم که تو میدانی. گبزن. نمیدونم. در حقیقت نمیدونم. امتیاز دادم را استفاده نکردی. دیدی ثابت به هر دویمان دروغ میگوید. یگید او رو سر ده. سرده مرا آقا. او با تو یاری دادن نمیتواند. در اینجا کفیر و داورت منم. بگو به من پیسگار در کجاست؟ سردارم کاری حبسخانه را به آسانی پسی سر کرده. چراغلو به مثل تاری مو از بالای روغن کشیده برادر. حقوق گفتن دیدن همه طرف های قده است. او چراغلوی ما به مثل نامش است. هم شهر میدید هم رویش سرخ نمی شود. هم خدمت پیشین امین است. سردارم نوامده ها در این موضوع مثل برادرهای نمینیک تو خودت ندیدی که بعضی بنام مردان چه خیل حراسیدند. آنها را باور کرده نمی شود. سخت گیری کار به فایده ماست. فراموش مکن که چگونه امضا گرفتند. یک داخل زندان کردند و برآوردند. یک برآوردند و باز در آوردند. مسخره بازی شد. لیکن مردم فهمید که حقوق را خاک بازی کرده ایستاده ایم. همه‌اش را خوب درک کردند. وقتی ایجاد اسلوب نو پس از یک هفته عید کودکان باز عید حقوقدان ها تشکیل میکنیم و دایر با چگونه بودن حقوق به مردم تشویقات میگذرانیم. عادت میکنیم ما تشکیلاتی هستیم که همه عملهای سال 60 را جشن نیم عصره گفته به مردم عید کردیم، لیکن آدمان ما تا حال به حل کار نرسیدند. کسی را انتظار هستیم؟ نه. نزدی در محافظ نیست؟ هست، حتی بهترین ها. یگید نامده باشه. بچه ها در بیرونن میگویم. بله در بیرونند. تو کستی؟ پیکس منم سمی. خبری خوبی آوردم. مرحمت داروید. سلام. خوش اومدی. چی شد؟ در این ساعت چی گپ است؟
رویدادهای مهمی رخ داد. وزارت پروکورور را از کار گرفت. پروکورور قبلی از نو یگید باز از دنبالمون می شود. میدانی سرده التماس نمیدونم گفتم نمیفهمی من. یگید میدانی و من دروغ نگو میگویم. یگید درست سرده، دروغ نمیگوید سرده آخر. ثابت کاری که باید تو انجام دهی من میکنم. این دختر چشمان تو را کر کرده است. تا ها چرا معاونتش میکنی؟ برای چی معاونتش میکنی؟ گبزه همش رو میگویم. او گناهگار نیست، یگان عیبی ندارد. او بیگناه است. بیگناه؟ چیکار بیگناه؟ تو مرا مسخره میکنی مگر؟ تا انجام پرسش آرزو تو اینجا می‌نشینی، فهمیدی؟ یگید تو کاری ثابت اولین قدم را تو در این راه گذاشتی. اینها برقصدانه کار کرده ایستادند. از کجا پیدا کردند امتحانهای دانشگاه ها را به فرزندان دهقان، فرزندهای کارگر و فرزند مأموران؟ کله کسی کار کند خود را در مکان دولتی میبیند. اولین هدفمان امتحانها را برداشتن و دانشجویان خودمان را تأمین کردن است. میدونید این دادستان خوب آدم یکرا بوده است. احمق. با کدام حالت باور میکنی؟ اوی وقتش می بود من میدونستم چگونه مثل شمع آبش کنم، لیکن این دور نیست. احوالم را بین. این آدم ما را در سوراخ جا کرده ایستاده است. بهترش از اون آدم خلاص باید شد. سردارم ناگاه حاضر درآید. چی؟ اینجا چی؟ مثالی کبک انتظاری داریم. بیایید زود برایم. مینیک در جایت است. از یک خبر ناچیز مثل موش خود را به هر سوراخی میزنی. کی؟ من؟ نه من از خودم دیده آقای پیسگار را فکر میکنم. کسی به هیچ کجا نمی رود. همه آرام باشد. گوش کن، با تو همش را میفهمانم، گناهم را میشویم. یگید یگان کاری نادرست نکرده دستی مرا گشاب. با تو وعده میدهم که پیسگار را یک جای دستگیر میکنیم. من هم با تو میروم. اجازه ده درباره تو بجنگم. آقای ثابت تو اول خیانت خواهرت را جبران کن. نه آرزویی است. یگید با او دست نزن. کنی با من بیا میگویم. تو راگر التماس یاری ده مرا میکشد. یگید التماس سرده خواهرم را. یگید او گناهی ندارد. گناهگار منم. یگید سرده او را. با کجا میبری او را؟ ثابت تو ناز میدانه که من او را به کجا میبرم. به جایی میبرم که مثل بلبل به خواندن میدراید. یگید التماس او را عذاب نده. زود راه کرد بگویم. خواهش میکنم او را با اونجا نبر. با کجا میرویم؟ صبر کن، با چشمانی خودت خواهی دید. خواهش میکنم یگید او را سرده. او را با کجا میبری؟ نبر با اونجا. یگید سرده خواهرم را. به فکرم تو توماری علیه دیوانگی داری. اگر دیوانگی کنی در همینجا میپرانمت. امتیازت را از دست میدی. من حضله میکنم. با او دست نزن. مالش چیزی که گویی میکنم. راه گرد زودتر راه گرد. یگید دوباره امتیاز دستگیر کردن ما را دارند. افسوس که دارند. دیگر راهی حل ندارد؟ راه زیاد است. سود را به انقره برده می توانیم. در آنجا سودیه های کلان را به بازی می دراریم. پس بیایید زود کار را سر میکنیم. پگاه اولین کار را آغاز میکنیم. یک لحظه مینیک. ما به این روزها چی خیل رسیدیم؟ آنها یک قدم گذاشتند ما دیوارها افراختیم. آنها کشادشی میکردند ما ترور را سر کردیم. آنها سرقانونی نواز کردند ما باشد مقام های لازم را به حرکت در آوردیم. دستی ما را همینها پرزور کردند. بر قدم های گذشته آنها جواب های دادیم که راهشان را تنگ کردند. برای فایده کار است و وسایط اخباری عامه هم مردم را در وهم انداخت. 100% حق هستی. اولین کار ما غرور آنها را شکستن است. در کنج ماندیم گفته نباید هراسید. آنها حبس کردن چی شد که
آزادانه بر آمدیم کو باز حبس کنن چی؟ چی؟ باز میبریم؟ البته که میبرایم. هیچ نباشد بند آخری بازی در دست ماست. حادثه فردا بوده را فکر کنید. برای آنها چگونه ضربه علیه طبعشان میگردد. حالا هم صاحب قوه هستیم میبینند. لیکی به مثل قوه قبلی نیستیم. به یک اشارت همه جا را بازی داراندیم. حاضر دایره زنیم هم خیلی کم برعکس می آیند. حقیقت همین است. شورای بزرگ با یک ثبت ویدیویی تمام سیاست روز را به شکل دیگر، شکل تازه در آورد. مهلت را خوب استفاده کنیم. پس قوه قبلی را دوباره صاحب می شویم. حتی با قوت تر می گردیم. تا سال 2011 صبر می کنیم. حاضر همه قوه برای نجات اقتدار است. چی خیلی که آگاهید خرگوش از زیر کلاه شورای بزرگ برآمده را استفاده کرده در نزد مردم با نقش بیگناه و بیچاره و پاکیزه سخنمان را به حکومت میرسونیم. برای انتخابات سخنهای نو میاریم. مسئله داغ روز مردم همین است میگوییم. باز میگوییم که دادگاه عالی به مردم اعتبار نمیدهند. درست قید کردید جنابم. هم فکرم. نقطه های گفته‌تان خیلی مهم است. سال 2011 خیلی مهم است و حتی امتیاز آخران. حاضر خوراخوری را از جای استادهمان دوام میدهیم. اشتهای من کم شد. شما خورید. نترس مینی نترس. یگان کار کردن نمیتوانند. تنها مزه دهان ما را دور کردنیند و خلاص بخور. پشه هم میده است اما نه تنها مزه دهان را میگریزاند بلکه به حضور هم میکند. بهتره بگو که تو را به خودش نمونه گرفته است. خیلی حزل خوب کردید. زود خیز بگویم زودتر. خدمات رایگان بیدار کنی. کمی بدتر نهاری هم می آید. حاضر به من در کجا بودنی آن را میگویی؟ به خوبی میگویی؟ میلش شبی در روز پرسیدی و نمیدونم گفتم. زده مرا بس است. دیگر داد نزن. همسایه ها را بیدار میکنی. این چی آواز است؟ تو با من مسخره بازی داری؟ تو دختری زیرک و مکاری هستی. پس چقدر خواهی داد زدن گیر. کسی در اینجا تو را نمیشنود. تو دیوانه هستی. در حقیقتا دیوانه ای. همین خیل بگویم. بیدار شده که باشی حاضر نهاری را سر میکنیم. همین خیل نه؟ نه تو جدی نیستی. مرا شکنجه میدی. برای سخنی گفتم مرا شکنجه میکنی. چیکار میکنم؟ با خوبی میپرسم جواب نمیدهی. پس با زبانی برایت فهماتر از تو میپرسم. سر را قلب میدانم. نکن ای گرنگ خیز سلام. خیز زودتر مادر جون. مادر نه نجب سردار.
сардорам аз тарс қари мемурдам магар бо шапоти одамро бедор мекунанд. агар ҷои собитро нагӯӣ туро бо мушт зада мехобонам. сардорам ин чӣ хел гап зани? ин чиҳо мегӯяд? агар донам ман намегӯям. бубинед инҷо нест. хел инҷо нест хайрӣ. ин чӣ гап худаш? сардорам маро хоб бурдааст. хеста бинам ки акай собит рафтааст. полиси дар назди дар буда чӣ? ба худо маълумоте надорам. худо занад ки намедонам охир. хайрӣ, худо ҷазоашро додааст be ин ҳам. собит куҷо бояд рафта бошад? бигӯ. телефонатон садо медиҳад. наҷиб елмаз. наҷиб сардор, ман собит. собит, ту дар куҷоӣ? йигит дар куҷост? ман ҳамонро мекӯбам, наҷиб сардор. дар куҷо пинҳон мешавад, ту медонӣ? сардорам, мо макони махсус дорем. шояд он ҷо рафта бошад. хулорам дар дасти ӯст. мабодо йигит ба ӯ зарар нарасонад, ӯро дастгир кунед. нишонаашро бигӯ. бигӯ. дукони рақами 85 дар маҳаллаи кӯҳнаи саноатӣ. давомаш. хайри онҷоро медонад. фаҳмо. акай собите, боз сарками саро фурӯхтӣ. ту дар куҷоӣ? ман хубам, хавотир нашавед. орзуро наҷот диҳед, вагарна мекушад ӯро. чӣ шуд сардорам? ҷои гидро ёфтем. ба гурӯҳ хабар расон, дар ово мехӯрем. итоат сардорам. ман чӣ мешавам? ту ҳам бо мо меоӣ. нишони маконро медонӣ ку? кадом макон? хайрӣ. шуд як маротиба дида будам. иншоаллоҳ ба ёд меорам. рогард меорӣ, ба ёд меорӣ. кани пеш даро. майлаш. зуд. یگید مرا ببخش. خواهرم با عیب من به دست آن آدمان افتیده است. او گناه ندارد. چشمم را در کشتن او پوشانده نمیتوانم. وعده میدهم که گناهم را میشویم. امتیازی آخری ندارم از دست بدهی. بگو به من این پیزکار در کجاست؟ نمیدونم، گفتم کو. به من دروغ نگو. به من دروغ نگو میگویم. تو دقیق میدانی آخر. گوش کن. و جانی جوان جبر نکن. گپ زن. بعد از سود دیگر وانه خوردم، راستشو میگویم. تو باز دروغ میگویی آرزو. باز دروغ میگویی. نمیدونم. آخر دیگر با تو چی گویم؟ تو با این دروغگوییت مرا دیوانه میکنی. گوش کن، من شوخی نمیکنم. یا مثل آدم گپ میزنی یا پوستت را کنده به اکاد میفرستم. خیره، این محله صنعت خود از کجا سر میشود؟ سردارم کمی بالاتر دستی راست میگردیم. ای برادر، محله صنعتی در طرف چپ نبود مگر؟ акаҷон модоме ки медонӣ чаро мепурсӣ? сардорам, бо ақли ӯ нишониро намеёбем. чӣ хеле осон намешавад. ба тарафи рост гард, ба тарафи рост. ё худоё, тавба. худо тавба. инҷо набудааст? шояд болотар бошад. бале, болотар. бале оғои мемдӯҳ, ба боло. шуд. با من گوش کن. تو که زن هستی و آوازت هم خیلی بلند است، تو را من شکنجه نمی کنم. فهمیدی؟
برای این نیتی خوبم از تو خواهش میکنم و انتظارم که تو هم اقدامی نیک میکنی. تو مرا نمیفهمی. نمیدونم، گفتم نمیدونم. پیسگار و پیکاز در کجایند؟ نمیدونم. بختت خندید. یکی اشرفت و 5 دیگر بود. یک بار دیگر میپرسم، میگویی یا نه؟ التماس مرا سرد التماس میکنم. چهار تا ماند. آرزو امکانیتت تا رفت کم میشود. کو آرزو، وقت هم کم مانده است. گپ زن آرزو. تنها 3 تای دیگر ماند آرزو. خیری تو ما رو با کجا برده ایستادی؟ سردارم خواهش میکنم رفتار حمله آور نکنید. به این هم پریشانم. همه بدنم را قوه برق فرا گرفته است. خیری حاضر قوه برقت را خاموش میکنم. ثابت هم شنون فهموند که خیری تو با ما درسته راه را نشانده؟ گوش کن مرا. برای معلوماتی دروغ دادنت به حبس میگیرم بدون که کمش 15 سال زندانی میشوی. خیلی واهمه کردی. قریب میترسیدم. در حقیقت ممدو این مردم برای سازمان تروریستی تشکیل کردن، زیر زمین ماده های ترکنده و بر ضد دموکراسی برآمد کردن. باز چقدر گناهایشان آزاد میگردند. خیری 15 سال. 15 سال. سردار در آمدی گپ گفتم. اول خوب میزنم بعد از ماشین میپرتم. تو گردون اکا گردون. ممدو چیکار میکنی؟ آقای ممدو بالاتر طرفی راست. سلام علیکم دوستان. سلام علیکم دوستان تاجی. هم صدا باشه. من عاشقی روی تو دل بسته چشمی تو در ماندم در عشقت ایو با وفا تو. آرزو باور کن عاقبت خونین نزدیک است. حالا هم یک روی میکنی. چه مراتب به تو گویم نمیفهمی. نمیدونم. گویا مگنیتوفونی ویرانه باشی. همین خیلی است. حاضر درست میکنی. حاضر درست میکنی. تو یک دیوانه هستی. پس بدان که دیوانه بیگناه است. ایست شد میلش تمام. افسوس که وقتت تمام شد آرزو خانم. گوش کن من جایشان رو نمیدونم لیکن نفری رو میدونم که میدونن. میبینم که جاغت کشاده شد ولی دیر به سخنگویی در آمدی. از این را چندان به دردم نمیخورد. صد افسوس که امکانیت خوب را از دست دادی جانکم. سمی و چرا غلو نپران التماس. در ما یک مسئله است جانکم. یک بار جسته ملخک. حیوانی احمق، بیماری روحی، آدم کش. این به فکر شماست خانم. این سخن شما مرا باز هم دیوانه تر میکند. باوری دارم که رقم تلفن اوچر آغلو را در یاد داری. کو زنگ زن.
و این دفعه اگر به یگان اشتباه راه میدهی قسم میخورم که 6 تیر را یک باره به سرت خالی بکنم. فهمیدی مرا؟ لبی. الو آقای سمی، من آرزو. سلام. در کجایی؟ سر و صدایت نمی براید؟ دوان دادن گیر. کار داشتم. حاضر توانستم که زنگ زنم. سری موضوع شما را ناراحت میکنم. مرحمت. پسرگا را یافته نتوانستم. خواطر شدم که کجا شدند. موضوع چیست؟ چرا دیدن میخواهی؟ مسئله سودی. یک چند سند را باید امضا گذارد. در یگان خونه به خطر ایستادند؟ نه آنها را به کلبه بردم در کمربورگ است. گفتم کمی از چشم‌ها دور شوند. شد خاموش کن. فهمو تشکر. ممکن پس از نصف روزی روم. به شما روزی خوش. یک دقیقه خاموش نکن. کاری دیگر چی شد؟ گپ زن میگویم. کدام کار؟ کاری جنازه آخر. لوازمات رو از تو گرفتند؟ الو آرزو در همان جایی؟ الو آرزو همین جایم. ها گرفتند. عدنان اومده گرفت. عدنان؟ کدام عدنان؟ آرزو تو براحت سخن گفتن نمیتوانی؟ در نزد نفری هست؟ نه مشغولم. حاضر ماشین رانده ایستادم. آدمی پیکاس عدنان نام شخص اومده گرفت. تو میرسانی؟ مطمئنی که یگان کار دیگری نیست؟ نه همش خوب است. تا دیدن. خب کو با من بگو این کلبه در کجاست؟ در کمربورگ است. کسی را که پرسی میداند که کلبه آقای سمی در کجاست همه آنجا رو میدانند. آخرین رویدادها را تماشا داری؟ نه چی شده است؟ نو باز خوبتر درک میکنم که قرار دادن انجمن بزرگ برای از بین برداشتن وزیر کارهای خارجی سری وقت بوده است. این آدم ایدئولوژی اوراسیایی را از دستمان میگیرد. گروه های ما سالهای دراز شیارهای اوراسیایی را براه ماندند. او فکر نمی کند که این مسئله خیلی مسئله نازک و جدی است. لیکن این شخص رئیس روسیه را آورده سازشنامه های تاریخی امضا دارند. دوستم از زمین تا آسمان حق هستی. اتفاق این کشور با ایران و روسیه و حتی چین را آدمان ما میگفتند. میدانی که یکی از سازماندهندگان ایدئولوژی اوراسیایی منم. نیست باد ناتو، زنده باد روسیه، چین و ایران گفته ما برای تبر زدن لایحه اتحاد اروپا و دشمنان امریکا را به سرشان آوردن لایحه اوراسیایی را آماده کردیم. و وقتی ما نظر کن ببین که کار دیگر شد و روسیه شریک استراتژیکی شده ایستاده است. فهمیدید؟ لیکن اینها ایران را هم به بازی شامات وارد کرده ما را از درون خانه خود زدن. من به شما همین را میگویم. ترکیه با روسیه و ایران کارهای میلیارد دلار را نقشه کردند و در میان تنها ارمنستان میماند و بهانه قتل عام ارمنی ها را به راه میاندازیم. ایران را به ماده هسته‌ای چگونه تهمت کردنیان عقلم نمیگیرد. این در حال است که انجمن بزرگ کوشش به آن خرج داده ایستاده بود که حکومت خود را در نقشه عملیات جنگی بر ضد ایران بی‌طرف کند. حتی همراهشون برزیلیا را هم همراه کردند. از این پس برزیلیا چقدر با ایران دوست می شود، دوستان روسیه چی می شود؟ لیکن کایامینیک دائما در فکر از دست ندادن دوستان روسیه خود را می کند. ایرانم در اول همه همسایه ها را دشمن نشان داده و خواستمان دولت را اداره می کردیم. پیشگار بزرگ، من میگویم که
ثبت نوار آخر نشان داد که برای ما بهترین و ارزانده-ترین اصول عملیات ثبتی را دوام دادن است. هفته یک ضربه میزنیم و تمام ثبت داشتگان نزدمان سرخه میکنند. سرعت همین کار را باز هم جدی‌تر قرار دهیم. از حاضر بوی ظفر حکومت را در انتخابات 2011 حس میکنم. بوی پرزیدنتی به دماغم میرسد. میخواهم فکر خود را به شما تقدیم کنم. در سیاست نشان دادن هستی جسمانی خیلی مهم است. چی خیلی که خود را گندی مانند کرده در حرکت میکنند. در عرابه بودن محترم پیسگار پرزیدنت امریکا روزولت را به یاد من میآورد. از همین خاطر محترم پیسگار را همچون نامزد به پرزیدنتی لایق میدانم. این سخنها را یک طرف مان، عقل و هوشم در هوا. باز به چنکه برآمده روزولت دویم میشوند و یا زیر خاک میمانند. راستی مطمئن هم نیستم. این خیلی نگوید سرداری بزرگم. جان من و گروه هم قربان شما. خواطر نشوید، براحت باشید. بینید سامی می آید. مرحمت. سلام جنابان. سلام محترم پیسگار. خوش آمدی سمی. چی خبری آوردی؟ کمی پیشتر آرزو زنگ زد. برای امضای یک چند سند نزد شما می آید. انتظاریم بیاید. جنازه شهید چی شد؟ آن هم حل شده است. عدنان گرفته است بمب ها را. کدام عدنان؟ آدمی تو؟ من عدنان گفتنی آدم ندارم. این دختر چی دیوانه است؟ یک دقیقه پیکس. معلوم می شود که کاری هست. بر قصدانه چنین گفته است. شاید به ما ایمایه کرده باشه. حاضر میفهمیم. از تلفن خودش زنگ زد؟ نه، دیگر رقم بود. کنی با من ده؟ باز همان مخلوق زنگ میزند. حاضر پیوست میشویم و بازی تلفنی را دوام میدهیم. من هم گوش میکنم. فهمیدی؟ فهمیدم. آن مکان همینجاست. سردارم در حال میداریم. اول اطراف را احاطه کنیم. سردار. توپرک تو با من بیا. زودتر باش. گمزن میگویم زودتر. الو. سلام. این من پیکاس. لبای آقای پیکاس. لوازمات را به عدنان داده ای میگویند. حیران شدم به کدام عدنان؟ اینجا دو عدنان است. قد بلند موی لبدار زردینه یا به میانه قد داده ای؟ میانه قد. با اون کس دادم. دیگه تسلیم شم. تلفن رو خاموش کن. خاموش کن میگویم. تلفن رو خاموش میکنم بعد دوام میدیم. دیگه من همین سردار بدانم که در درون هستی. اطراف احاطه شده. دشواری ایجاد نکرده تسلیم شدنت به همه ما خیر می آورد. ثابت باز هم خیانت کرده ای. برای خواهری جانیت. برای خواهر جانکت. یگیت آرزو را بوده است. خاک بر سرش. چه خیر؟
همین خیل آرزو در دست یگید احتمال است که او را شکنجه دارد. ای وای، یگید مکان رمان را میفهمد. یگید دیوانه آرزو را بوده است اینجا می آید با سلاح. پس ما باید در حال گریزیم از اینجا. این راست است پیکاس، راست است، اما مینی که محترم دائما مبالغه می کند. پس با پای خودش می آید. می داند که ما از آمدنش خبر داریم؟ هنوز نمی داند. پس این خبر خوش است. ما اینجا را خالی می کنیم. یگید می آید و می مرد. سردارم چگونه مرگ را می خواهید؟ ترکش شود، پاره پاره شود. و حتی جنازه شهید از یک طرف و مرگ یگید از دیگر طرف دقت جلب کننده. خیریت. یگید تسلیم شو و تو یک لخته میدهم وگرنه درون میدرویم. نجیب سردار، چی شد؟ او در درون است؟ در درون است. وقت دادیم یا مثل آدم تسلیم می شود و یا ما به درون می درویم. آرزو چی؟ جان او در خطر است. کمی صبر کن. در درون یگید است، تروریست نیست. یگید تا همینجا بوده است. اطرافت احاطه شده است. به مثل قاتل افلاس در حبسخانه میپوسی. این گفته هایت به پیسگار و پیکاس ارزنده است. من در اینجا میمیرم لیکن به حبسخانه نمیروم، فهمیدی؟ یگید اطرافت رو احاطه کرده با خوبی برو. راهی گریز نداری. دوستم در مراسم پیشوازگیری اشتراک دارد. گوش کن به من، با دقت گوش کن. آدمان شما نقشه دارند. زود به من گپ زن، تیزتر گپ زن. گوش کن، من به این هم فرصت ندارم، فهمیدی؟ در این لحظه های حساس من ذره هم فرح نمی کنم، با سرت می پرانم، فهمیدی؟ با جان جوانت رحم کن میگویم. گپ زن زودتر. بمب جنازه شهید تیر باران کرده می شود. در کجا؟ گپ زن. دیگرش رو نمیدانم. میدانی، زودتر بگو. به این هم تو به کشتنی پیسگار می روی. باید چی فرق دارد؟ گوش کن، اگر اکد این گفته هایت را شنود تو را با دستان خودش میکشد. این را میفهمی یا نه؟ یکی در یک وقت در هر دو جا شده میتوانی. خاموش است، گپ نزن، خاموش است. به من گوش کن، به خاطر حسابی تو را نمیکشم، اما اگر باری دیگر روبرو میشوی هرگز رحم نمیکنم، به سرت میپرانم، مغزی سرت را پاش میدهم. وقت تمام شد، بیا میدرویم. ممدو، با درون میدرویم. آماده اید؟ فهمو سردار. توپرک، بیا رفتیم. احتیاط باش. او در این حالت بسیار خوفناک است. باید احتیاطکارانه رفتار کرد. یا تو یا اینکه من دستم، مرا ببخش. اکنون کاری شدنی شد. همیشه راهی برآمد یافت می شود. زود باشه. شده رو توپرک یک طرف یکی از در یقیب توپرک رو پرون. زود اینجا بیایید. یکی تسلیم شو وگرنه میکشم. دوستم من بهتراش میمیرم لیکن تسلیم نمیشم. ماند روم. دوستم باور کن، من با تو کاری ندارم. من با آن رزیلان کار دارم، با آن رزیلان. با یکان نمیروی. در چهار طرف کشور جنازه های شهیدان رو میبینی. در پس آنها آن پلیدان ایستادند. شما هم آنها رو میدانید.
توجه مرا تعقیب کردن از دنبال ارکین کندو شوه دوستم. پان شوید. خوب هستی؟ خوبم. تو اینجا بمون. ممکن یکی از در عقب گرفته باشد. نیازی تو همراه من بیا. خوب شده سردارم. اجازه ده. آرزو تو خوب هستی؟ و تو یگان آسیبی نرسوند؟ در وقتش اومدید وگرنه من رو میکشت. ای بلا زند. دستم مرا ببخش. دیگر جای انتخاب نمانده است. سرکمیسر مرا ببخش دستم. آخر چاره دیگر برایم نمانده. یگید این کارو چخل میکنی؟ کارم رو که تمام کردم. این را البته جبران میکنم. مرا ببخش. یگید ایست. یگید. ممدو خوب هستی؟ سخت درد دارد سردارم. توپرک خوب هستی؟ سخت. نیازی توپرک و ممدو رو زود به بیمارخانه ببر. مایل سردارم. یگید مرا میشنوی؟ یگید دست خواهش میکنم. التماس مرا مجبور نساز که تو را پرانم. تسلیم شو. یگید تسلیم شو. سردارم سلاحتان را پرتایید. سلاحتان را به زمین پرتایید. تو دوستی نزدیکت ممدو را پراندی. میفهمی؟ مطمئن باشید من نمیخواستم چون این شود. باور کنید حالا من به خود نفرت دارم، لیکن به این کار مرا شما مجبور کردید. ما تنها به قانون اطاعت میکنیم، حتی دوست قریبترین هم باشد. قانون قانون است. یگید
آفرین بادت که در آخر مجبور کردی تات را پرانم. حلال بادا. کجا که نگریزی در آخر به دستم میافتی. این دفعه هم از بلا رهایی یافتم. احتیاط کن زودتر. زود باشه چی شد؟ خواهش میکنم بمارو بدرون بدرونیم. التماس ممدو خوب هستی؟ چی خاطر نشو. آقای دکتر به شفا میآورد. دیدم میبرایم خانم. جراحت خانه را آماده کنید. رنو نیازی این چه خبری داد؟ نیازی کی کرد این را؟ باور کردن دشوار. سرکمیسر ممدوح را یکیت پران. چی؟ هرگز باور نمیکنم. والا که همین خیال است. یکیت را احاطه کردی. وقتی گریختم پران توپرک به سرکمیسر ممدوح را زخمی کرد. باوریم نمی آید. او این کارو کردن نمیتوانست. آخری از همه دستی نزدیکترینش بود کو. ممدوح برای یکی جانش را میدهد. کاری کردهش را ببین. انسان چگونه شکلش را دیگر میکند کس حیران میشود. ای سرکمیسر همه امان رو سوزوندی محو کردی. عاقبت این کار چی میشود؟ به این هم از گوریسان میترسم. اکنون از این غم خودم رو میخورم. اون مزار گفتهش در کجا بود؟ چیکار کرده ایستاده سرکمیسر؟ خیلی گرگ را پرسیدند که چرا گردنت غاز است. گفته از کاری خودم را خودم میکنم. با مانند جان ریم با یکم آنها خون ریزاندند. خیلی تو را کسی تعقیب نکرد؟ نیاکه از عقیب نگاه کنی به این هم گردنم شاخ شد. گیرین رو خیلی خاطره از نجیب سردار نگه دار. لیکن از این خاطره یک توی دیگر در بدن سرکمیسر ممدوح موند. راست میگویی خیلی. حال او چطور است؟ به بیمارخانه بردن. زخمی شده است. چیکار کردید سرکمیسر؟ چی شد که کار تو به این درجه رسید؟ عقلم نمیگیرد. از یک طرف نجیب سردار از طرف دیگر اکی ثابت محو شده. خیلی مرا به حالم نمیگذارند. با من مشو گربه بازی میکنند. با دوستانم دشمن شدم. با دوستان جانیم دست به گریبان شدم و همه این کارها با منفیت دشمنان شد. خیری خیری بدی ها بی جزا ماندند. من اکنون چیکار کنم خیری؟ سرکمیسر بیایید از این کار دست کشید. رفته تسلیم شویم. وگرنه از این کار نفر سخت ضرر میبینم. از کجا میدونستیم که در عاقبت کار نجیب سردار پیدا میشود؟ خیری من یک لفظ و یک روی دارم تا پیسگار و پیکس به جهنم نروند. من از راهم بر نمیگردم. اگر خواهی تو هم میتوانی روی، حالا که آخر راه پیدا نشده است.
آقای دکتر حالتش چه خیلی است؟ خوب تیرو برآوردیم. دردی وزنی نیست. کمی استراحت کند باز بهتر می شود. خدا شفا دهد. تشکر. خدا رو شکر. این رو هم پسی سر کردیم رانو. سر ممدو چه خیلی است؟ خب دکتر با تو چی گفت؟ بخیر بوده است. تیر خروشیده است. استراحت کن گفت. اگر یکیت به دستم افتاد استخوان‌هایش رو میده میکنم. 8 ساعت بعد دارو رو وارد کنید. بار دیگر شفا یابید. تشکر آقای دکتر. آقای دکتر اجازت میدهید در نزدش کمی ایستم؟ مایلش خانم بیمار رو خسته نکنید. سلامت باشید. خوب هستی ممدو؟ روزهای خوبتر هم داشتم. شنیدم که تو رو پروندن ترسیدم. چقدر ترسیدی؟ سخت ترسیدم. فکر کردم که تو رو کشتند و به من نمیگویند. تو رو در لباس عروسی نبینم نیتی مردن ندارم. راست میگویی؟ البته راست میگویم. رانا گوش میکنم. در اصل همین بلاها هم طرفی خیر دارد. با آدم ها امکان عرض عاشق بودنش را میدهد. یک بار دیگر درک کردم که به تو ناحقی کردم. از کجا فهمیدی؟ همشیره در درون بوده را میدیدی. یک لحظه هم خاموش نیستاد. بعد این شکر الله کردم که تو رو به من داده است. نه راست میگی. نه تو باشه خیلی بد هستی. بخیر باد نجیب سردار. تشکر آقای دادستان. این آدم چیکار کردن است نمیدانم. قریب بود که آرزو را کشد. نجیب سردار باور کنید خواهر من با این کار رابطه ندارد. ثابت تو خاموش است. کمی دیرتر میفهمیم که رابطه دارد یا نه. روز بخیر جنابان. شما را با عزیزه خانم شناس کنم. یکی از کارمندان تشکیلاتش دیشب از طرف یگید گندوزالپ ربوده شده بود. معلوم شد که عزیزه خانمی که نامش را زود میشنویم شمایید. شاد شدم. من هیچ شاد نشدم. از این عملها خیلی هم ناراحتم. یادرس بکنم که یگید گندوزالپ خیلی باز در امنیت کار نمی کند. آرزو خانم در آنجا بوده است، راست است مگر؟ آرزو با شما چی تعلق دارد؟ ببخشید شما کیستید؟ برادرش. با فکرم کار تا رفت آمیخته شد. من با بازپرسی میروم. بین خود یک دیگر فهمی کنیم. من هم میآیم نجیب سردار. مرحمت. توپرک چخیل بوده است؟ ها خوب است. تبوبت دارد. از یگید خبری هست؟ گریخت است. نجیب یه دور کرده است لیکن عاقبتش معلوم نیست. این آدم چیکار کرده نیست؟ سوی اجلش میره و دیگر چیکار کند؟ مرا که پرونده توانسته باشد پس در او نه هوش است و نه عقل. والله من میترسم خدایا صحت و سلامت دستگیر شود. چقدر که جنگ کنم هم در اصل سخنهایم از قلبم نمی براید. به فکرم از مردن بهتر است که به حبس رود. راست میگویید. اگر کمی دیگر در آزادی بماند عاقبتش بد می شود. بیایید چنین نگویم. انشاءالله عاقبتش خوب می شود. انشاءالله دستگیر می شود. حبس شود. شاید پشیمون می شود. از کجا دانم سرم هم گرنگ شد. پس از این ساعت پشیمون هم شود چی فایده؟ بعد سوخت خاکستر شدن پشیمونی سود ندارد. از برای خدا یک رمیز رانا کمی خاموشی التماس. از همه دیده من قهرالوترم. لیکن باز هرچی بود و بود. من به نجیب زنگ زنم خواطر شدگیست. سلام رسانید.
یگید چرا تو رو بوده است میدونی؟ از من نشانه پیکاس رو پرسید. تو چه گفتی؟ آخر مرا را بودن، شکنجه دادن. چرا مرا باز پرسی دارید؟ دنبال او دیوانه شوید؟ آرزو خانم، من چگونه اجرا کردن وظیفه‌ام راست نمی آموزم. لبای زنک. نجیب، ممدو از جراحی برآمد. تیر را برآوردن خیلی خوب است. خدا را شکر. خدا شفا دهد. توپرک چی؟ او هم خوب است. تبابتش کردند. نجیب، از یگید یگون خبر هست؟ بعد گپ میزنیم. حاضر کارم است. بله. ها، سرکمیسر. خدا شفا دهد. استفاده داروها رو فراموش نکنید. خیلی. باز سوگند هیپوکرات رو فراموش نکنی. تو سلاحایم رو آوردی؟ آوردم. همش در همینجا. اکا سلاح رو فهمیدم، لیکن بند رو چیکار میکنید؟ با آن قطعه قبر رو معاین میکنم. بعد پیسگاه رو از گردنش بسته تا با قبر میکشم. خطی زمین گفتید، یعنی راست با زمین خط میکشید. باز من فکر کردم که چون کالدرونی برق میکشید. خیلی خاموشی. خاموشی است. تو از سرکمیسر ما هم بیاییم، اکای ثابت رو هم گیریم. خیلی ثابت دیگر از ما نیست. ما با خائنان دیگر کاری نداریم. سرکمیسر دیگری خیلی نگوید. ممکن سبب جدی داشته باشد. شاید از ما چیزی رو پنهان میکند. چگونه خیلی؟ مگر یگون چیزی دیگر میدانی؟ فراموش کن. با کسی نمیگویی. یگان کس نباید داند. نه یگید نه دیگران. مرا فهمیدی؟ فهمیدم اگه التماس مرا زده. وعده ده خیری. قسم خور. قول ده. وعده میدیم اگه چیزی خوبی میگویم. اگه قسم میخورم ندیدم نشنیدم نمیدونم. چشمونم کور شود که نمیدونم. خیری با تو میگویم دادرم. مگر یگان معلومات دیگر داری؟ نه من از کجا میدونم سرکمیسر؟ یعنی گفتنی هستم که اکای ثابت رو اگر کشاندم شما رو نمیفروشد. شاید به او یک امکانیت میدید. بگذار به ما فهماند که چرا این طرف کرد. وردی زبانت چیزی تاب میخورد خیری. من حس میکنم. سرکمیسر شما از من جنازه شهید رو پرسیده بودید. در حقیقت هم بوده است. شما میشنوید مرا؟ در استانبول. میدونید جنازه کی بوده است؟ از صوبه که قهرمانان در سریکیه جنگیده بود. جنازه همان کس بوده است. پس دروغ نبوده است. جنازه را کی میبردارند؟ در نماز پیشین 1 ساعت کمتر وقت است. چرا پرسیدید؟ آرزو بعضی چیزها گفته بود. در جنازه شهید بمب میگذارند. باور نکردم، لیکن شاید راست باشد. اکا چه هم میگویید؟ یک لحظه شهیدها تمام شدن که باز جنازه هایش رو موند. این حیوانگری، این بیناموسی نباید خیلی باشد. نه من باور نمیکنم. خیری بمب ها کی ها در راهند. پس رفته همه شما رو نیست نابود میکنین سرکمیسر. من تو را من نمیکنم خیری. در جامدان سلاح است. به تو راهی سفید. سرکمیسر مانید این شوخی رو؟ خیلی راهی من معلوم است. در حال شوخی نیست. نمیشود. من به سری پیشگاه میروم. آرزو خانم، یگید به کجا رفت؟ با تو چیزی گفت؟ من از کجا دانم؟ در اونجا با یگان کس صحبت تلفنی کرد یا نه؟ یگان چیز نشنیدید آرزو خانم؟ آرزو خانم، با کجا رفتنش ممکن؟ به شما گفتم که نمیدونم. نجیب سردار، آرزو خانم کمی ناراحت است. اجازه ده با آن کس 1 دقیقه 1 به 1 صحبت کنم. خوب، مرحمت. کنی نقل کن آقای ثابت. چرا با یگید مقابل شدی؟
خوراکه و نوشاکتان جدا نبود؟ یک جای بازی شکار میکردید؟ چی بلا زد شما را؟ آرزو، به نجیب میتوانی بگویی که یگید به کجا رفت؟ یعنی چی خیر؟ وقتی صحبت تلفنی فهمیدیم یگید تو را بوده است، برای شادیانه آماده کردیم ما نجیب هم رود. شد فهمیدم. فکری خیلی عالی. تنها مراغ ظاهر کردم. چیزی مهم نیست، خوب می شود. مهم نیست. سردارم، من آن وقت نبودم. با شما چی شد؟ صبح در بین ما گربه سیاه در آمد. درسترش گربه سیاه به عقل یگید در آمد. عقل من نمیگیرد که این حالت چگونه شد. به خودم نظر میکنم که یگان کاری بد کردم. نه، نکردم. دیروز چی خیل بودم، یک سال پیش خیل بودم، همانم. لیکن برای یگید همین سخن را صدقاً گفتن نمیتوانم. یگید کاری نادرست نکرده سردارم. او وطنش را از دیگران زیادتر دوست می‌دارد. خطایش همین است. آقای ثابت، اگر پای دیوار این سخن پر نباشد همش در هواست. کشتی وطن با زوری قدم نمیگذارد. سرکمیسر، لیکن من یک چیز رو نفهمیدم. در آنجا بیگناه ها تیرباران میشوند، حتی نزدیکان شهید، خادمان دولتی آنجا میشوند. شما آنها رو مانده دنبال آن احمقان میشوید؟ بله، خودش. خدایا توبه، آخر این چی خیل میشود سرکمیسر؟ خوب میشود خیلی، خوب میشود. دنبال هر یک شهید من میدوم. فرض کردیم که حالا رفته خلاص کردیم، پگاه چی؟ تا آن وقتی که این پلیدان زندگی میکنند جنازه های شهیدان زیاد شدن میگیرد. خیر چی کار میکنین؟ من نجیب سردار حل کند. یا توبه. جسدها را در زمین ببیند، شاید عقلش درآید. مطمئن باش که هر دیتان به کارهای کرده اتان جواب میدید. او را که دیدی برایش برسان. نجیب سردار، مرحمت. تو را گوش میکنم آرزو خانم. یگید دنبال پسرگار میگردد. مرا عذاب داد تا نشانه آنها رو بگویم. بعد تو چی گفتی؟ در کلبه کمیر برگز بودنش رو گفتم. احتمال که اونجا رود. اگر وقتتان باشد او نارسیده شما میتوانید رسید. التماس رو دستگیر کنید، وگرنه به من هم ضرر میرساند. خوب، هیچ نباشد یک معلومات داریم. بخیر است سردارم، با یگانجا میروید؟ سردارم، اگر خواهید همراهتان روم. لازم نیست، شما کارتان رو بینید. اطاعت سردارم. سرکمیسر، یک لحظه ایستید. آخر سرکمیسر کمی ایستید. آخر چه گپ خیری؟ چه گپ داری؟ چه غرغر میکنی؟ سرومیه ام رو خوردی. اکنون برای عقل و هوش نجیب سردار درآید گفته با مردن مردم بیگناهان چشم میپوشید؟ گوش کن خیری، عقل تو به این کار نمیگیرد. با پشه سر و کار گرفتن معنی ندارد. من رفته باطلاق زار را خشک میکنم. عیب است، راستی عیب است. یعنی نفرت و خستگیری‌هایتان همین قدر مهم بوده است؟ آخر آنجا بوده ها هم جان دارند. خیری، پلیس در کجای ما را بیند دستگیر میکند. فرصت تنگ است، میفهمی؟ یا امروز یا هرگز. اکا، اگر وقتی پیش می بود در حیاتتان به تأخیر نمیگذاشتید، باز چی شد؟ انا اکنون خودت درست گفتی. وقتی پیش می بود، وقتی پیش نیست، وقتی پیش تغییر یافت. ما در حاضره ایم. حاضر دیگر چیز تقاضا دارد. چی تغییر یافت؟ گوش کن، قسم میخورم خیری، قسم خوردم که قصد پدر را میستانم. قسم خوردم که تا آنها نمیرن من نمیمیرم.
اگر پیسگار نامرده بمیرم جسدم را به سگان ده خیری و مزارم آمده توف کن. میفهمی؟ اکا ایستید. در حدیث اومده که بخیرترین شما کسی است که قرآن را به مردم می آموزاند. بار اول در تاجیکستان در مرکز پرودوسری همصدا طرز ویدیویی قرآن کریم، متن اصل و ترجمه معنی های آن در قرائت امامان کعبه عبدالرحمن از سدیس و ابراهیم از سریم تهیه گردید. در فیته مذکور اولین بار در برابر قرائت 30 جزء 114 سوره قرآن کریم متن اصل با ترجمه پوره مصحف با زبان تاجیکی آورده می شود و جزء و نام سوره قرائت شونده نیز با حروفات کیریلی زبان تاجیکی نوشته شده با منظره های مفتون کننده کشورمان زینت داده شده است. این مصحف شریف هدیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان بخشیده به 20مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به مردم عزیز کشورمان است. بله این طرفش آماده، همه چی تیار. این ماده ترکنده برای نیز کردن ایگید بسنده است. بوم. ای روزهای گذشته. باز چی شد؟ بمب را دیدم، به یادم روزهای گذشته آمد. در امرال کله تروریست را در آسمان همین خیل پاره میکردند. بعد من مانع شدم آقای پیسگار. برای چی؟ گوش کنید، نقل میکنم. از حکایه های زورم است. حریفچی آغلو را در شام بمب باران میکردند. 1 تن J4 بود. بعد ماشین وارد سرحد سوریه شد که من خبردار شدم. یاد دارم آن وقت در پاریس زندگی میکردم. در آن وقت به آن کس مثل برادر بوده. در تلویزیون هفته شبه رو جشن میگرفتیم. با تروریستان درسهای نظریوی و عملی میدادیم. درباره مارکسیسم و سوسیالیسم حقیقی صحبت‌های میکردیم. آنها چون ماهی سزن بودند. قریب بود که مرا پرستش میکردند. مغز عملیات همین بود. در وقت سخنرانی یکی از نفران صمیمی سازمانمان که موضوع تربیتی را بحث میکرد، نفر انتخاب کرده امان از دور ماشین را میترکاند و با این اصول هم از یکی از راهبران و هم از دیگران خلاصی می‌یافت. همه این اصول ها را به آنها ما آموختیم. ما البته که دیگر نه ترور میماند و نه میرار. البته آدم را از زمین به زور جمع کردن. لیکن من چی کردم؟ زود به گوش برادر خبر رساندم. گفتم که به کشتن تو می آیند. ببخشید از ترس سر کردم. بازم این به روزنامه من خبر دادم. از فلان کشور 1 تن ماده ترکنده J4 برای امنیت و استخبارات داده شد. منیکم تو بمبه ها رو آشکارا در دست خودشان ترکاندی. از آن بهترش. آدم خودمون رو قبلا خبر دادم. ماشین که ترک در انقره همه از خورسندی یکدیگر را آغوش میگرفتند. از چیز خبر نداشتند. فکر کنید چمپیون شدیم و مثل نعرزنان انا میخی سر دارم. به دسته من سخن مگو، خلاصه را گوی. آدم را از دم مرگ گرفتی.
منی کمین سخنها به تو نمیزیبد. بعد از نیم ساعت برادرمون با تلفن به سازمان به آواز خودش خطاب کرد: من زنده ام و شما جواب این بمب را خواهید داد. در این وقت میخواستم چهره های کارمندان دولتی در انقره بوده را که تلفن را گوش میکردن دیدن میخواستم. چی خیلی پژمرده شده باشند. بعد این حادثه تا حال از من قرضا را سر دارم. به اون نامه روان کردم، تاکید کردم که بعد 31 می یک رویداد خونین در نقش است. او هم این پیام رو به ادوکات های نزدیکش رساند. گفتنی هستم که ماه آینده جشن ها سر می شود. در کوه شکاری اسکر، در شهر شکاری پالیس و بعد مراسم ها نیست بادگویی. یه اکنون چه خیلی می ترکانیم با جهاز اداره کننده. تکمچه را من پخش کنم پیکس؟ نمی شود، من پخش میکنم این. بیا. لیکن یکی باید باز فکر میکنیم. زنده باش. بیا میرویم. چه میرویم؟ مگر تماشا نمیکنیم؟ سردارم التماس ما رو محروم نکن، من تماشا کنم. مایلش از کنجه تماشا میکنه. راستی تماشا کردنش خیلی با ذوق میشود. لیکن من یک شرط دارم. پیکاس با ما ضیافت گوشت و نان کانی تشکیل کنم. مایلش به جان و دل آقای پروفسور فخر میکنم. همین گوشت و نان کانیا باشد حل میشود. شیر بچه ها را میفرمانم که از کانیا آرند و اگر نخوری خفه میشوم. بیایید اکنون از سری مزار یگید میرویم. گوش کن پیکاس، تو به خوشی ها داده شده کاری بمب زنده را فراموش نکرده ای؟ فهمو سردارم، حاضر زنگ میزنم. راست روید. چپ گردید. جایش گذارید. فرزندتون شهید شد، چی گفته میتوانید؟ چی گویم دخترم؟ وطن است. دیگر چی گویم؟ عقیب گردید. قدم زنید. پسر جون. پسری جون. خدا بیامرز. خدا بیامرز پسرم. پسر جون. پسر جون خدا رحمتش کنه. لبای پیکاس، مراد چه وضعیت داریم؟ همش چون نقشه. جنازه آمد، نماز را که سر کردن بینشان در آمده کار را حل میکنم. شیر بچه، شهید که گفتی مثل تو میشود. شهیدی تبادلات تو هستی. خلقت را شرمنده نکن. مایلش کار را حل دانید. خواطر نشوید سردارم، همش برای مانده شده است. بیاید جایهایمان را گیریم. بیا آرزو، میرویم. از این پس تو با این آدم ها کاری نداری. تو خودت کی هستی؟ تو خودت کی هستی؟ من برادرش میشوم. سرده مرا. آرزو؟ گوش کنید. آرزو روزهای آخر واقعه های ناخوش را از سر گذراند. حادثه های ناخوش روی داد. من آرزو را خوب میشناسم. من آن را کلام کردم. تشکری زیاد، او دیگر با من میماند. خانم، این مرد از سخن چیزی نمیفهمد. بیا ما را سرده مرا. بیا. آرزو نرو، با اون ماشین نشین. سرده گفتم پلیس یک دقیقه. این آدم مرا ناراحت دارد. این سرده. آرزو نرو، ایستا. برادر مردم را به حالشان گذار، ناراحت نکن. سرده ایست خواهرم.
آرزو مرا ترک نکن. آنها تو را فریب میکنن. آرزو آرام باش، آرام باش. خوب هستی برادر؟ و دکتر روی؟ شد درد نمیکند. من خوب هستم. تو کارات را بین. اکا مگذارید که اینها به صاحب بمانند. گناه است. اینقدر هوس داری خودت رفت خیری. و من کاردار نشم. من کار دارم. ака як дақиқа мумкин мебахшед ҳаминро ба ман медодед? марҳамат. худо розӣ бошад аз ахзо ба ӯ душвор аст. нав 6 моҳ шуд ба ҳамин ҳолам одат накардам. чӣ ҳодиса шуд? чӣ шуд ба пояд? на ту бигӯ на ман бигӯям ака. ман дар анқара қумандон будам. хоинҳо ҳуҷум карданд. худо шифо диҳад. аз гурӯҳи мо 4 нафар шаҳид шуд. яке аз онҳо ин ҷо дафн шудааст. зиёрат омадам. ҳар вақт бо хоҳарам меомадам, лекин дирӯз ба кор даромад. барои ҳамин танҳо омадам. ин ҳодиса чӣ хел рӯй дод? нисфи шаб ба қароргоҳ ҳуҷум карданд. як қумандони дигаре доштем. қумандони қароргоҳ. бовар мекунед ки аз хотири ӯ ҳамаамон ҷон ба саломат бурдем. худаш танҳо ба ҷои 20 нафар мардумавор ҷангид. ҳаёташро фидо кард. хоинҳо силоҳи вазнин истифода карданд. ӯ намебуд 4 нафар не камак 20 нафар шаҳид мешудем. барои зиёрати қумандон омадӣ? бале. аз дастам ояд ҳар қибаш 2 ятимро мондааст. ё худоё. пеш аз вафоташ худам аз ӯ чунин сухан шунидам. бо садои баланд гуфт: дӯстон, ҳаққатонро ҳалол кунед. худоё ин миллатро нобуд магардон. худованд ҷазояшонро диҳанд. 20 сол аст ки тамом нашуд ин ҷанг. 30,000 шаҳид дидем. чӣ бало аст ва кай тамом мешавад касе намедонад. برادر ما برات یکون خدمتی بکنیم. سلامت باشید. شما را هم ناراحت کردم. ببخشید مرا. خداوند همه شهیدانمان را رحمت کند. تو هم خودت را احتیاط کن. تشکر. акаҷон гӯш кунед. бо чашми худатон дидед ин маъюбро. дар ин кишвар чунин ҷавонҳо зиёданд. модоме ки қасд мегӯед, қасди шумо қасд аз қасди инҳо бо имҷон аст магар? хайри як тарафист мегӯям. ака исед, ака наравед, ака иҷозат намедиҳам, ака. ака исед, ака. ака, ака танҳо маро зер карда баъд меравед. خیری تو را هم زیر میکنم و پسان میروم. بیعقلی نکن. یک طرفیست. قراری من قطعی است. اول مرا میکشید بعد میروید سرکمیسر. نمیشود. خیری رو از پیشم گفتم. نه مرا پخش کرده بعد میروید. مادامی که اینقدر غم میخوری رفته به نجیب سردار خبر ده. او من کند. نه سرکمیسر این کار شما است. یعنی کار ما است. خیری این کار رو در حقیقت تنها میکنید. تا بر آمدن آنها ما رفته باز میآییم. آن همین طرف سرکمیسر. خیری خیری بابا میلش اینجا باشد من هم میروم. با من فرقی ندارد. لیکن تو هم اینقدر چسبک بوده ای، اینقدر خیره بوده ای، به مانندی کنه ای بهاری. فرقی ندارد من هم میروم. مرحمت زودتر ماشین رو کن مرا به گناهی نوبتی وادار نکن. میلش سوار شوید.
سرکمیسر دیگر یکون کلمه گپ نزن. بیایید مون سرکمیسر اکنون بس. دامت رو گیر گفتم. ویدو کن با پدرت ویدو کن. خدا رحمتش کنه. زنده بود وطن زنده بود. آفرین باری هم گریه نکردی. باری گریه نکردم. پدری من شهید شد با جنت رفت. من هم کلانشام افسر شده با وطن خدمت میکنم. من هم مثل پدرم شهید میشوم. آفرین. میده انتظار زیاد نمیکشه بینم. تو را هم سوی پدرت روان میکنم. ویدو کن با پدرت ویدو کن. ویدو سری جو سری یک حرفی دیگر میگویی در را گشاده با پس از یک شاته میزنم. خوب مالش. نصف شب به قرارگاه هجوم کردند. یک کماندان دیگری داشتیم. کماندان قرارگاه. باور میکنید که از خاطر او هممون جان با سلامت بردیم. خودش تنها با جای 20 نفر مردانوار جنگ حیاتش را فدا کرد. خائنها سلاح وزنین استفاده کردند. اونا میگوید 4 نفر نه کمک 20 نفر شهید میشد. پیش از وفاتش خودم از او چنین سخن شنیدم. با صدای بلند گفت دوستان حقتان را حلال کنید. خدایا این میلاد را نابود مگردان. کمیسر نودروز رفتید. کمیربورگاز در این طرف است. نه درست میرویم خیری. مسجدی که جنازه شهید میشود در این طرف. خیری باید اول کله یک نفر رو گرفت. پس آن به سوی پیسگار میرویم. خیلی خوب. شما شعر هستید اکا جان شعر هستید. میدونستم به خدا میدونستم شعر هستید اکا دقیق میدونستم. کسی می آورد چی؟ یگید؟ و فکرم بیا منم بدم پیکس آرام باش مینیک همینجا باشد می فراید این خیلی عجیب نجیب تنها می یگید اخلا همینجا هستی این از کجا بر اومد اول یگید باید می اومد چیکار میکنیم به نام کی به کام کی انتظار شایم شاید یگید هم آید. خدای خداوندا در اینجا کسی نیست؟ ها؟ انا در اونجا سرکمیسر. همه آماده نماز جنازه زود رفتیم. یگید همینجا هستی؟ من نجیب سردار تنها با تو سخن میکنم پای سلاحم را هم میمانم. یگید نجیب به درون می دراید یگید نامد نجیب بامبا رو فرما چی؟ غیر امکان ترکان رود هیچ نباشد از نجیب خلاص میشویم. سردارم شما چی میگویید؟ چه خیل نباشد یک پرنه در قفس است دیگرش رو انتظار میشویم. یگی تو هم زودتر باش برابر میدان. چه خیلی آدم رو میکنیم سرکمیسر؟ نمیدانم خیلی
احتمال کسی به شرف و بینور است، افلاس است، چنان به ایمان است که به چنین کار دست میزند. پیشت رو نگاه کن. به فکرم در درونش یکان چیزی قیمت بها است. کاری تو نباشد برادر، برخلطه را ده. خیریان به شرف در اینجاست. از برای الله و نماز، صلوات بر رسول الله، دعا بر میت ایستاده، اطاعت بر امام حاضر ایستاده، به نیت مرد. الله اکبر. الله اکبر. گوش کن برای سگ، این برای الصبحی در سریکای شهید شده. سردارم، میتر کنم. نه هنوز. یکی آمدنی نیست به فکرم. نابرآمده کارش حل میکنم. الله اکبر. الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. محترم جماعت، برای شخصی که برای وطن سردارم، اکنون میتر کنم. خوب، مایلش خودت میدانی پیکس. ترک کن رود. امروز بخت نجیب بوده است. آفرین پیکس. آفرین پیکس. نجیب غذاست امروز، جان مبتلاست امروز، غوغای روز محشر بر فقراست امروز. توجه، دوست داشترین فیلم هنری شما بهوده خارم میکنی؟ قسمهای جنبسی خود را پیشنهاد میکند. TM Style و استودیوی ساربان تقدیم میکند صحنه های حیرت آور، حادثه های غیر چشم داشت، اسرار محبت، آینه زندگی. این زنه که پدنالا تو چند پیر میشته همه آوز بلند میشیده. باید تو مرا گل کنی و در کاری سرت بگردونی. این همه در قسمه های 7 و 8 بهوده خارم میکنی. امروز ما روح او را شاد کرده باشیم، فردا دیگران روح ما را شاد خواهند کرد. آسیا و بلاوت است. بیاید باری دیگر به صنعتی اصلی سینما قایل میشویم. سر و پای خود را قبول فرما دختر جان. بهوده خارم میکنی آنچه که مردم میخواهند.